سلام، روزتون بخیر. خیلی ارادت دارم خدمتتون. عرضم به حضور انور شما که شما با من موافقین که جدیداً صنعت مد و لباس و پوشاک و اینا یه مقدار عوض شده. یعنی من اینجوری فکر میکنم که بیشتر داره میره به سمت راحت پوشیدن، فری بودن. از این کفشای شق و رق و نمیدونم لباسهای تنگ و ناراحت دیگه کمتر دیده میشه. حتی یه سری بانک ها و جاهای عمومی هم من میبینم که این لباس های سپورت و منظورم شلوار ورزشی و به قول معروف سویشرت و اینجور چیزاست میپوشن. و حتی محض اطلاعتون الان برین تو سایت آدیداس و نایک و یه سری برندهای معروف، اینا حتی بعضیشون توشون کت شلوار هم دارن تولید میکنن. یعنی حالا این تقصیر این برندهای بزرگ بوده یا در هر صورت من خیلی راضیم. دوستتون دارم، یه مقدار لایک کنید.